وقتی با مادرت میری بیرون، یا خدا بیشتر از 40 تا نرم، بیشتر از 40 تا نرم. پسرم خیلی سرعت داری میری ها. مادر من، با این سرعتی که من دارم میرم مطمئنم تا چند سال دیگه نمیرسیم و بچه چون ساکت باش، آروم برو. آی آروم، سرعت گیر، آروم برو، آروم. آی چقدر سرعت داری میری. مادر من بذار ما برسیم. چه دوربین کنترل سرعت داره، آروم برو. باشه مادر من، نگران نباش. وایس نیسان نزدیک بود بهش بخوری یا. مادر من خیلی با اون فاصله داشت که 20 کیلومتر بر ساعت دارم میرم. به هر حال آرومتر. وقتی با پدرت میری بیرون، اشکال نداره یه خورده سرعت برم. نه پسرم راحت باش، برو. آخ جون، اینجا سرعتت باید کم باشه پسرم. اینجا باید نهایتا دنده 2 بری. دنده 2 باش. باشه نگران نباش بابا، من خودم میدم دنده 2 چنده. راستی مامان چه خبر؟ وقتی با خواهرت میری بیرون، داداش اینجا یکم آرومتر برو، دارم روژ لب میزنم. بابا این مسخره بازی ها چیه؟ پشتم نشستی نمیتونم ببینمه. نه گفتم آروم برو. باشه بابا، بیا سگ خور. آرومتر دیگه. میخوای وایستم؟ آره ممنون میشم. عجب رو داری. بیا. کی کارت تموم میشه؟ نمیدونم، حالا طول میکشه. 1 ساعت بعد. بابا تموم نشد؟ نه بابا، بذار یه کوچولو دیگه مونده. آها بریم. الان یه کاری میکنم مرغای آسمون. آروم برو، آروم. باشه بابا سگ. وقتی با رفیقت میری بیرون، محمد داداش اشکال نه اینجا سرعت داداش، سرعت اینجا تو سخون ما رو نشون میده. برو بابا برو. اوکی داداش میری. این پیسته رو بود میگفتی؟ آره داداش همین پیسته بود. پیست مسابقه است درسته؟ آره. نکنه الان اینجا دارم مسابقه. نه بابا. آجی سرعت رو ببین، 200 تا داریم میریم پشمو. بودو 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 بودو. داداش بعدش یه مسابقه هم بریم داداش بریم. اوکیه. یه دریفت خوش.